آقا با هیچ منطقی تو کت من فرو نمیره که از این پدر مادر چشم ابرو مشکی این دختر چشم آبی بلوندی یا این پسر چشم آبی بلوند به وجود بیاد. آره ولی شده داستان چی بوده؟ مجتبی حامینی آقا محمد خان قاجار بوده، یعنی کمر به پایین تعطیل. چیکارش میکنه؟ میفرستنش انگلستان. 1,000,000 پوند وجه رایج مملکت ناقابل، پول مردم رو میدن که ایشون درمان بشه. سعید امامی اونجا میبردش درمان کنه. چیکار میکنه؟ پیشنهادش این بوده باقی مانده اسپرم پرنس چارلز یک قاشق اعمال شود درون خانم زهرا حداد عادل. زهرا حداد عادل کی بوده؟ دختر حداد عادل. زنی کی بوده؟ مجتبی آقا محمد خان قاجار. آره و در نهایت نتیجه چی شد؟ این دوتا بلوندی های بریتانیایی. اما آرزوی بریتانیا برای داشتن یک جانشین دوباره در ایران از آخوندها آخوندزاده ها این دفعه دیگه به آگ عظما رفت، برباد شد. میدونید که چی شد؟ زدن خانوادگی همه تمام.